منبع ما در این ویدیو این کتابه، داریوش بزرگ نوشته حسن پیرنیا، و این ویدیو قسمت اول از زندگی نامه داریوش بزرگه. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. اگر به سلسله هخامنشیان علاقه دارید کافیه که تشریف ببرید در پلیلیست این کانال. یه بخشی ما داریم نوشته پادشاهی هخامنشیان. روی اون قسمت اگر کلیک کنید تمام ویدیوهایی که در مورد هخامنشیان ساختیم برای شما نمایش داده میشه. بریم به سراغ قسمت اول از زندگی نامه داریوش بزرگ. بعد از کوروش بزرگ فرزندش کمبوجیه جانشینش شد. کمبوجیه هم پادشاه مقتدری بود. کمبوجیه قرار بود کار نیمه تمام پدرش رو تمام کنه. کار نیمه تمام کوروش بزرگ چه چیزی بود؟ کوروش بزرگ قصد داشت به سمت میان رودان لشکر کشی کنه و مصر رو هم در اختیار بگیره، اما اجل امان نداد و کوروش قبل از انجام این کار از دنیا رفت. هنگامی که کمبوجیه به پادشاهی رسید اولین تلاشش به همین حرکت بود. قصد داشت به سمت مصر لشکر کشی کنه و این اقدام نیمه تمام پدر رو به طور کامل انجام بده. لشکر خودش رو آماده کرد، اما قبل از اینکه ایران رو ترک کنه دست به یک اقدام عجیبی زد. چیکار کرد؟ برادر خودش بردیا رو به قتل رسوند، چون ضمن این میرفت که در نبودش بردیا بهش خیانت کنه و اعلام پادشاهی کنه، بعد هم کمبوجیه رو بزنه کنار. همین قضیه باعث شده که خیلی از مورخین نسبت به کمبوجیه نظرات ضد و نقیضی دارن. بعضی از کمبوجیه به نیکی یاد میکنن چون فاتح مصر بود، اما خیلی از مورخین حتی در داخل ایران از کمبوجیه به بدی یاد میکنن و اعتقاد دارن که ادامه دهنده راه پدرش نبود و دست به اقداماتی زد که تا حدودی خصمانه بود، مثل قتل برادرش بردیا. هرچی که بود به احتمال زیاد کمبوجیه بردیا رو به قتل رسوند و بعد هم با سپاهیان نیرومندی به سمت مصر لشکر کشی کرد. یکی از فرماندهان سپاهش داریوش بود، داریوشی که اون زمان فرمانده سپاه نیزه‌داران هخامنشی بود و هنوز سودای حکومت و سلطنت به سرش نزده بود. این لشکر کشی به سمت مصر انجام شد و بسیار موفقیت آمیز بود. سپاهیان کمبوجیه تونستن مصر رو فتح کنن و مصر هم بخش دیگری از ساتراپی های هخامنشیان شد. از اینجا به بعد بود که نام بعضی از پادشاهان هخامنشی به عنوان فراعنه مصر هم در تاریخ مصر ثبت شد. 4 سالی نیروهای هخامنشی در مصر بودند و اوقات خودشون رو میگذروندند تا اینکه در سال 522 پیش از میلاد خبرهای خیلی بدی از حکمتانه یا همدان امروزی به گوش رسید. حکمتانه یا همین همدان پایتخت سیاسی هخامنشیان بود. شهری بود که از دوران مادها به قدرت رسیده بود و در دوران هخامنشیان هم بسیار با اهمیت بود. وقتی که این خبر به کمبوجیه رسید حس کرد که موندنش در مصر به هیچ عنوان به صلاح نیست. باید مصر رو ترک کنه، به همدان بره و این شورش داخلی رو خنثی کنه. داستان همدان چی بود؟ در همدان فردی به اسم گئومات خودش رو پادشاه معرفی کرده بود. گئومات یک موغ مذهبی بود، اما شباهت خیلی زیادی به بردیا داشت، بردیایی که به دست برادرش کمبوجیه کشته شده بود. گئومات در همدان دست به طغیان زد، خودش رو بردیا معرفی کرد و گفت ادامه دهنده راه کوروشه و به عنوان پادشاه بر تخت نشست. کمبوجیه وقتی این خبر رو شنید تحمل نکرد، نیروهای خودش رو آماده کرد، از مصر خارج شد و به سمت همدان لشکر کشی کرد. فرماندهی مصر رو هم به داریوش سپرد تا اون ناحیه از کنترل خارج نشه. اما کمبوجیه هیچ وقت به همدان نرسید. طبق کتیبه بیستون که اثر داریوش کبیره، کمبوجیه به دست خودش کشته شد. حالا اینکه گفته میشه کمبوجیه به دست خودش کشته شد دو حالت داره، چون کاملا واضح نوشته نشده. عده‌ای اعتقاد دارن کمبوجیه در مسیر دست به خودکشی زد و یک تعدادم میگن کمبوجیه بر اثر یک اشتباهی خودش رو به کشتن داد. هرچی که بود کمبوجیه از دنیا رفت و نتونست به حکمتانه برسه و شورش گئومات یا بردیای دروغین رو خنثی کنه.
وقتی که خبر مرگ کمبوجیه به سپاهیان ایران در مصر رسید، بزرگان مجلسی تشکیل دادند و در اونجا از داریوش خواستند که جانشین کمبوجیه بشه. داریوش پسر عموی کمبوجیه بود، خون هخامنشیان در رگهاش بود. طبق قوانین اون موقع پادشاه بعدی هم باید از خاندان هخامنشیان باشه. خب کمبوجیه که از دنیا رفته بود، برادرش بردیا هم قبلتر کشته شده بود. از اون طرف هم کمبوجیه فرزندی نداشت. از نسل کوروش دیگه کسی نبود که بخواد پادشاهی رو ادامه بده. بنابراین یک کس دیگه ای از هخامنشیان باید این پادشاهی رو ادامه میداد. نظر بزرگان به سمت داریوش رفت. داریوش یک فرد بسیار شجاعی بود، برادرزاده کوروش کبیر به شمار میرفت، همچنین فرمانده نیزه‌داران هخامنشیان بود و در جنگ‌ها صلاحیتش اثبات شده بود. به همین دلیل همه از داریوش خواستند تا به سمت حکمتانه حرکت کنه، هم شورش داخلی رو از بین ببره و هم نفر بعدی در پادشاهی هخامنشیان باشه. قبل از اینکه به داستان لشکرکشی داریوش به سمت همدان بپردازیم، یه نگاهی به روزهای اولیه داریوش بزرگ بندازیم و ببینیم که داریوش هخامنشی از چه خاندانی بود و چطور رشد کرد. داریوش در سال 549 پیش از میلاد در پارس به دنیا اومد. مادرش روزگونه و پدرش ویشتاسپ نام داشت. ویشتاسپ پدر داریوش بزرگ از سرداران ویژه کوروش هخامنشی بود و به عنوان ساتراپ بزرگ باختران هم گمارده شده بود. همچنین ویشتاسپ بعد از مرگ کوروش بزرگ هم به عنوان مشاور مخصوص کمبوجیه به شمار می رفت و از همه رویدادهای این خاندان آگاهی کامل داشت. در کتیبه داریوش بزرگ در بیستون در بند دوم از سطرهای 3 تا 6 اینطور اومده: پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ آرشام، پدر آرشام آریارمنه و پدر آریارمنه چیشپیش و پدر چیشپیش هخامنش است. در ادامه در بند سوم از سطر 6 تا 8 داریوش اینطور ادامه میده: از این رو ما هخامنشی نامیده میشویم. ما از دیرباز بزرگ بوده ایم. از دیرباز دودمان ما شاهی بود. از همین کتیبه و اطلاعاتی که از تاریخ باستان داریم کاملا مشخصه که داریوش بزرگ از نجیب زادگان خاندان هخامنشی بود و مانند شاهزادگان و سایر بزرگان پرورش پیدا کرده بود. داریوش بزرگ تصمیم گرفت مصر رو ترک کنه و به سمت همدان حرکت کنه تا این شورش داخلی رو از بین ببره. مقصد اول داریوش بزرگ شهر شوش بود، چون قبایل پارسی در اونجا حضور داشتند. وارد شهر شوش شد، قبایل رو با خودش متحد کرد و یک سپاه بسیار نیرومند تشکیل داد. بعد هم از شوش به سمت همدان حرکت کرد. در این مدت گئومات یا بردیای دروغین 7 ماه بود که پادشاه شده بود و داشت حکومت میکرد. داریوش بزرگ با نیروهای متحدش در همدان با نیروهای گئومات درگیر شدند. در این درگیری نیروهای گئومات شکست بسیار سختی از داریوش بزرگ خوردند. داریوش گئومات رو به زیر کشید و حکمتانه رو یک بار دیگه شهر امن و قدرتمند هخامنشیان کرد و این شورش توسط داریوش بزرگ به طور کامل خنثی شد. داریوش احترام خیلی زیادی میذاشت به همه بزرگان، به همه قبایل و طوایفی که در امپراتوری هخامنشیان بودند، مخصوصا ساتراپی هایی که بعداً توسط کوروش کبیر بخشی از قلمرو هخامنشیان شده بودند. اعتقاد داشت که این ساتراپی ها نباید جدا بشن و تمامی این ساتراپی ها، تمامی این قبایل و کشورهای مختلف، اینها همه بخشی از امپراتوری هخامنشیان هستند. دستورات رو هم باید از مرکز بگیرن. اما یه اتفاق بدی که افتاده بود در طی 4
سالی که کمبوجیه و داریوش در مصر بودند تعداد خیلی زیادی از این ساتراپی ها اعلام استقلال کرده بودند. فرمانرواهایی در این مناطق بودند که دیگه دوست نداشتن از هخامنشیان دستور بگیرن. همچنین این سران پیک هایی رو هم به نزد داریوش فرستاده بودند و از داریوش خواسته بودند تا با این افراد وارد مذاکره بشه، یک سری امکانات رو بگیره و استقلال این ساتراپی ها رو به رسمیت بشناسه و جنگی بینشون شکل نگیره. اما داریوش بزرگ هیچ گونه مذاکره ای رو جایز نمیدونست. گفته بود مذاکره ای وجود نداره. اینها بخشی از امپراتوری هخامنشیان هستن و این استقلال به هیچ عنوان معنا نداره. باید دوباره به قلمرو امپراتوری هخامنشیان ملحق بشن. طبق سنگنگاره داریوش بزرگ 3 سال تموم این جنگ های داخلی طول کشید تا تونست تمامی این قبایل و ساتراپی های جدا شده رو دوباره بخشی از قلمرو هخامنشیان کنه. از جمله مهمترین شهرهایی که شورش کرده بودند این شهرها بودند: منطقه ماد، خوزستان، آشور، پارت، کاپادوکیه و سکاییه. در کتیبه بیستون داریوش بزرگ به همه این شهرها اشاره شده و همچنین چگونگی سرکوب شورشگران ظرف 3 سال. داریوش بزرگ فرد بسیار سیاستمداری بود. فردی بود که همیشه نیم نگاهی هم به آیندگان و نسل‌های آینده سرزمینش داشت. اعتقاد داشت باید کاری انجام بده که تبدیل به میراثی برای آیندگان بشه. چه اقدامی انجام داد؟ یکی از جالب‌ترین کاراش ثبت وقایع روزگارش بود. اومد در یک منطقه‌ای که بابل، شوش و حکمتانه رو از هم جدا می‌کرد، یک سنگنگاره‌ای به وجود آورد که معروف به کتیبه بیستون. داریوش در این سنگنگاره اعلام کرد که چطور ظرف 3 سال شورش‌های داخلی رو از بین برد و همچنین حکمتانه رو که یک پادشاه دروغین در اونجا حکمرانی می‌کرد دوباره امن کرد و بردیای دروغین رو کنار زد. در این سنگنگاره اینطور می‌بینیم: داریوش در حالی که کمانی به دست چپ گرفته، دست راستش رو به احترام اهورامزدا تا روبروی صورت بالا آورده. پای داریوش بر روی سینه گئومات گذاشته شده و در پشت سرش کماندار و نیزدار مخصوصش یعنی ویدافرنه و همچنین گئوبرو شوهر خواهر داریوش دیده میشن. مورخین در مورد این حفاری باستانی به یه نکته بسیار جالبی اشاره میکنن. میگن امروزه اگر به این حفاری باستانی نگاه کنیم میبینیم روبروی داریوش بزرگ 9 نفر به زانو در اومدن، تو قل و زنجیر هستن و دارن ادای احترام میکنن. هرچی که هست به دست داریوش بزرگ اسیر شدن. مورخین اعتقاد دارن نفر 9 رو 3 سال بعد از حفاری اولیه اضافه کردن و در واقع اصل این حفاری 8 نفر بودن. داستان به چی برمیگرده؟ داستان برمیگرده به منطقه سکاییه. گفته میشه ظرف 3 سال داریوش بزرگ تونست سایر نواحی و ساتراپی ها رو امن کنه و تمامی افرادی رو که طغیان کرده بودن به زیر کشید که این سنگنگارا هم به وجود اومد که بگه بله هر کس دیگه ای بخواد طغیان کنه یک چنین بلایی سرش میاد. اما بعد از این سنگنگاره بود که منطقه سکاییه هم شلوغ شد و فرماندهی که در اونجا بود علم طغیان بلند کرد. داریوش بعد از این سنگنگاره بود که وارد منطقه سکاییه شد، اونجا رو هم امن کرد و فرمانده اونجا رو به زیر کشید. وقتی که این اتفاق افتاد دستور داد که نفر 9 رو هم اضافه کنن. این چیزیه که ما امروزه داریم میبینیم، یعنی بعد از این 3 سال بعد از این که طرح اولیه انجام شد نفر 9 3 سال بعدش اضافه شد، چون 3 سال بعد داریوش بزرگ نفر 9 رو هم به زیر کشید. اسامی این 9 نفر یاغی در بند دوم کتیبه بیستون موجوده. داریوش اینطور میگه: این است آنچه من کردم، هرچه کردم به کمک اهورامزدا بود. زمانی که شاه شدم 19 جنگ کردم و به فضل و کمک اهورامزدا لشکرشان را در هم شکستم و 9 شاه را گرفتار کردم. متن این کتیبه هم به خط ایلامی نوشته شده که این اتفاق هم باز به دستور داریوش بزرگ بود. گفته میشه بعد از اینکه همدان رو امن کرد و گئومات رو به زیر کشید، منطقه بعدی داریوش منطقه خوزستان بود. فردی به اسم آترینه در منطقه خوزستان علم طغیان بلند کرده بود و اونجا رو مستقل اعلام کرد. داریوش بزرگ یک لشکرکشی به خوزستان داشت، نیروهای آترینه رو شکست داد و خوزستان هم دوباره بخشی از قلمرو هخامنشیان شد.
شد. منطقه بعد از خوزستان منطقه بابل بود. در بابل هم فرد دیگری به قدرت رسیده بود و گفته بود از هخامنشیان فرمان نمیگیره. نیروهای داریوش بزرگ به سمت بابل حرکت کردند. شهر بابل 4 روز محاصره شد و بعد از 4 روز بابل هم زیر مشت قدرت داریوش بزرگ اومد. فرد طغیانگر هم به دستور داریوش بزرگ گردن زده شد. سرانجام داریوش به کمک یک سری از سران قبایل ماد و پارس بعد از نبردها و تلاش‌های فراوان ظرف 3 سال تمامی شورش‌های داخلی رو خوابوند و صلح و آرامش رو به قلمرو هخامنشیان برگردوند. داریوش بزرگ قبل از اینکه پادشاه بشه با دختر گبریاس ازدواج کرده بود، دختری به اسم رتبامه. اما بعد از پادشاهی با دختر کوروش بزرگ هم ازدواج کرد، دختری به اسم آتوسا. این ازدواج خیلی مورد پسند خاندانهای هخامنشی قرار گرفت، چون خیلی از این خاندانهای هخامنشی اعتقاد داشتن که ازدواجشون بهتره که درون خاندانی باشه. در این دوران داریوش تونسته بود بسیاری از شورش‌های داخلی رو سرکوب کنه و تمامی ساتراپی های هخامنشیان در امنیت بودند. اما خبرهای خیلی بدی از مصر و لیدیه به گوش می رسید. در لیدیه فردی پادشاه بود به اسم اورویتس. اورویتس چیکار کرده بود؟ از تمامی فرامین داریوش کبیر سرپیچی کرد. زمانی که داریوش داشت شورش‌های داخلی رو از بین می‌برد، از اورویتس درخواست نیرو کرد. اما اورویتس هیچ نیرویی رو برای کمک به داریوش نفرستاد. از اون طرف مالیات سالیانش رو هم به هخامنشیان پرداخت نکرد، چون گفته بود ما یک حکومت مستقل داریم و فرمانی از هخامنشیان نمیگیریم. علاوه بر اون داریوش در ابتدای کار به دنبال جنگ نبود. یک فرستاده ای رو برای اورویتس به لیدیه فرستاد. این فرستاده به اونجا رفت ولی به دست اورویتس کشته شد. همه اینها باعث شد که داریوش کبیر از دست اورویتس بسیار خشمگین بشه. همین اتفاقات هم در مصر افتاده بود. اینها مدتی از مصر خارج شده بودند و مصر هم دست به طغیان زد. در مصر فردی به اسم آریاندس دست به طغیان زده بود. داریوش کبیر دید هیچ چاره ای نیست جز اینکه دوباره به این 2 منطقه لشکر کشی کنه. داریوش کبیر تصمیم گرفت جوری به این 2 تا ساتراپی حمله کنه که فرصت دفاع براشون پیش نیاد. اینجوری نشه که اول به یه ساتراپی حمله کنه بعد به یه ساتراپی دیگه. چیکار کرد؟ یه سپاهی خودش فراهم کرد و یک سپاهی رو هم دستور داده بود که فرمانده لایقش مکابیز این سپاه رو فراهم کنه و فرماندهیش رو بر عهده بگیره. در واقع اسم اصلی مکابیز بقابوخش بود. بقابوخش اسم ایرانیش بود ولی یونانیان از اسم مکابیز استفاده می‌کردن. خیلی از کتاب‌های فارسی هم بعدها از همین اسم مکابیز استفاده کردن. مکابیز از نجیب زادگان پارسی بود و داریوش کبیر بسیار به مکابیز علاقه داشت. گفته میشه که یک داستانی در تاریخ ایران باستان هست به این صورت که داریوش کبیر روزی در جایی نشسته بود و داشت انار می‌خورد. برادر داریوش اومد نزدش و بهش گفت ای پادشاه بزرگ، اگر یک چیزی از مال دنیا بخوای که تعدادش به اندازه دونه‌های این انار نامحدود باشن، اون چه چیزیه؟ داریوش به برادرش گفت مکابیز. اگر یک چنین چیزی بخوام بدون شک اون چیز مکابیزه، چون اگر به تعداد این دونه های انار مکابیز داشتم انگار که دنیا رو داشتم، همه دنیا رو میتونستم فتح کنم و حتی ملک یونان رو هم نمیخواستم. به این اندازه و به این قدر به مکابیز اعتماد داشت و بهش علاقه داشت. داریوش گفت 2 تا سپاه تشکیل میدیم، یه سپاه فرماندهش خودم میشم که قراره به سمت مصر حرکت کنن و یک سپاه رو هم مکابیز تشکیل بده بره به سمت لیدیه. همین کار رو هم کردند. سپاه مکابیز آماده شد و به سمت لیدیه حرکت کرد. اورویتس فرمانده لیدیه وقتی که فهمید سپاهیان هخامنشی دارن به مرزهاش نزدیک میشن، دستور داد تا نیروهاش آماده بشن و از مرزهاشون دفاع کنن. جنگی بین نیروهای اورویتس و نیروهای مکابیز در گرفت. در جریان این جنگ نیروهای لیدیه شکست بسیار سختی از مکابیز خوردند و مکابیز به طور کامل تونست لیدیه رو فتح کنه. در همین دوران بود که نیروهای داریوش کبیر هم به مصر نزدیک شدند. اما قبل از اینکه داریوش کبیر وارد مصر بشه، یک پیکی به مصر رسید و خبر شکست لیدیه رو به آریاندس داد، فرمانده مصر.
آریاندس وقتی که اینطور دید و وقتی که فهمید داریوش کبیر فرماندهی سپاهیانی رو بر عهده داره که دارن به سمت مصر میان، تصمیم گرفت مقاومت نکنه. آریاندس دروازه‌های مصر رو باز کرد و خودش رو تسلیم خواسته داریوش کرد. گفته بود که فریب خورده و قصد نداره با داریوش پیکار کنه. این قضیه به کام داریوش بسیار خوش اومد. داریوش تصمیم گرفت که آریاندس رو همچنان به عنوان فرمانروای مصر منصوب کنه و مصر دوباره بخشی از قلمرو هخامنشیان شد. داریوش بزرگ برای جلب رضایت مردم مصر دستور داد تا همه نیایشگاه‌های مصر مرمت و بازسازی بشن. همچنین از دیگر اقدامات مهم داریوش در مصر این بود که به آرتاخه، یکی از بزرگترین دانشمندان ایران باستان، دستور داد تا دریای مدیترانه و دریای سرخ رو به هم متصل کنه. در همین دوران بود که به داریوش لقب پسر خورشید دادند. دلیلش بیشتر به خاطر حفر همین کانال بود. این کانال به دست آرتاخه و به دستور داریوش هخامنشی بنا نهاده شد. موفقیت بسیار بزرگی در عهد باستان بود. داریوش پاداش بسیار زیادی به آرتاخه داد و نام کانال رو به پاس بزرگ داشته آرتاخه آتوس گذاشت که امروزه به کانال سوئز معروف شده. ما قبلا در مورد کانال سوئز یه ویدیو ساختیم به اسم بحران کانال سوئز. لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. در دوران باستان کانال سوئز توسط داریوش کبیر احداث شد. بعد از یه مدتی از کار افتاد تا اینکه میرسیم به دوره معاصر. در دوره معاصر کانال سوئز توسط مهندسان فرانسوی تأسیس شد. داریوش قبل از اینکه مصر رو ترک کنه، برای اینکه اطمینان حاصل کنه که امنیت در این سرزمین برقراره،